در مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 23 شهر ترسونزاده واخوری جوانان تحت شعار وطنم افتخارم برگزار گردید. همچنین از طرف تشکیلات جمعیتی دانشور ویکتورین از فنهای اساسی تعلیمی گزارده شد. هدف از تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی ها از جانب کمیته جوانان و تشکیلات جمعیتی دانشور این بلند برداشتن تربیت وطن دوستی جوانان، گرامی داشتن ارزش‌های ملی و فرهنگی توسط تشکل دادن ذهنیت و تقویت بخشیدن فکرانی جوانان، استواری عقیده، تلقین اخلاق حمیده و فرهنگ دوستی آنها میباشد. با تشبث تشکیلات جمعیتی دانشور در همکاری با کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همدستی با مقامات اجرایی حکومت شهر ترسونزاده در جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت، رباط و نواباد خصوصا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 لایحه تلقین اخلاق حمیده و وطن دوستی برای جوانان وطنساز و وطندار برگزار گردید که خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم 43 48 118 13 14 و 15 را فرا گرفت. باید گفت که اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان در پیام خود تاکید کردند که ساکنان مملکت را میباید شروع از عائله، والدین، ساحه معارف، تشکیلات‌های جمعیتی، مقامات‌های خود اداره‌کنی جامعه تربیت فرزند را همیشه در مد اول گذاشته با آنها علم و دانش را بیشتر آموزانند. همین است که دستور سپارش‌های سرور دولت در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده اجرای خود را یافته است. از سوال و جواب مسئولین با خوانندگان معلوم گشت که امروز طالب علمان در تربیت وطن دوستی، گرامی داشتن ارزش‌های ملی و فرهنگی، تشکل دادن ذهنیت، دانش خوب دارند. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی ترغیب اخلاق حمیده و بلند برداشتن حس وطن دوستی نورسان و جوانان میباشد و این بسیار باعث افتخار است و که در ناحیه‌های دوردست خصوصا در منطقه‌های نزدیک سرحدی چنین چاره‌بینی‌ها برگزار می‌گردد که بی‌شبهه برای بلند رفتن حس وطن دوستی و خودشناسی نورسان جوانان مساعدت می‌کند. در آخر چاره‌بینی به غالبان از جانب کمیته جوانان و تشکیلات جمعیتی دانشور افتخارنامه و تحفه‌ها سپرده شد. با همین مقصد لایحه تلقین اخلاق حمیده و وطن دوستی به جوانان وطنساز و وطندار از جانب تشکیلات جمعیتی دانشور دستگیری همه‌جانبه یافته در جماعت‌های نزدیک سرحدی شهر ترسونزاده ادامه دارد.